به چینل خودتان خوش آمدید. در این ویدیو برای شما یک وبسایت ریال واقعیت دیگر را براتون به معرفی بگیریم که کاملا ریال است و میتونین در خانه نشسته کسب درآمد داشته باشین. طریقه رجستر شدن در اینجا اکانت ساختن در این وبسایت تمام مرحله برای شما میآموزانیم و ما همراه باشین. زمانی که وبسایت باز میکنین در پایین ویدیوی ما در پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن لینک از زیر دریافت میکنید. زمانی که برای لینک کلیک میکنید برایتون وبسایت باز میشه. زمانی که وبسایت باز شد به این قسم یک صفحه رو برو میشین. از شما میخواهد تا شما باید راجستر شوین. راجستر شوین، اکانت بسازین. در قسمت ایمیل خود را وارد میکنید، اینجا پسورد خود و اینجا اون پسورد دیگر خود را وارد میکنید و بعد در قسمت راجستر کلیک میکنید تا که اکانت شما ساخته شود. زمانی که شما ایمیل خود وارد کنید داخل سایت کشیدین اقسم یک صفحه براتون ظاهر میشه، ایرا کلوز میکنید. در این وبسایت میتونید به دو طریق کسب درآمد داشته باشید. همچنین میتونید سرمایه گذاری کنید. یکی کوانتیفای است و دیگر دعوت دوستانتان یا اینوایت فرند است. میایم در قسمت کوانتیفای. زمانی که کوانتیفای کلیک میکنید در اینجا در قسمت پایین میاین میبینین که VIP های زیادی است. VIP 1 هست، VIP 2 هست، VIP 3 هست و می قسم زیاد VIP هست. هر کدام از اینا رو که میخواستیم باز کنین کسب درآمد روزانه داشته باشین. بالای این قسمت که به نام در قسمت start 25 بالای از چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. زمانی که بالای از ما کلیک میکنیم به این قسم مرحله به مرحله خطا چی میشه؟ تکمیل میشه. زمانی که تکمیل شد در اینجا این قسم تکمیل شده میره و به شما کسب درآمد آمده میره و پول اضافه میشه در حساب شما. پول اضافه شما میره و شما به بسیار خوبی میتونید کسب درآمد کنید. میبینید بر ما چقدر پول داد. این قدر دلار بر ما USDT بر ما داده شد. زمانی که تکمیل شد میایم در قسمت هوم. میتونیم میره چی کنیم؟ ریچارج کنیم. در اینجا 5 گزینه براتون میاد که ما گزینه اول در اینجا چی میکنم؟ انتخاب میکنم. زمانی که گزینه اول انتخاب کردیم در اینجا بر ما یک لینک باز میشه. لینک چی میکنیم؟ کپی میکنیم. در قسمت بالا میره در این قسمت ببینید لینک آمده. این لینک ما چی میکنیم؟ کپی میکنیم. زمانی که کپی کردیم دوباره باز ریچارج کامپلنت انتخاب میکنیم. یعنی کپی را انتخاب میکنیم. بعد از کپی گرفتن این را انتخاب میکنیم چی میشه؟ تکمیل میشه. زمانی که این را ما تکمیل کردیم به این شکل کپی کردم ریچارج کردم دیگه ریچارج شد خلاص شد. میایم به طرف عقب دوباره و همچنان از این کسب درآمد دیگه میتونیم از طریق اینوایت فرند چی کنیم؟ کسب درآمد نماییم. به همین شکل این را وقتی که ما کلیک کردیم اینی صفحه بر ما واز میشه. در اینجا ببینین اینی یک لینک است. این کپی میکنیم میتونیم در سوشال میدیا در بین گروپ ها این چی کنیم؟ شیر بسازیم. هر دوست ما که از طریق از این لینک که شما شیر کردید داخل سایت میشه بر شما پول اضافه میشه در اکانتتون. پول اضافه شده و میایم مالی که براتون نشان بدیم که ما چه قسم پول خود از این چی کنیم بکشیم. میایم در withdraw میاد که من اکانت ساختم. وقتی که اولی اکانت رو میسازی براتون پیسه داده میشه. اما VIP 1 در وقتی که استارت میکنی براتون دلار اضافه میشه. در قسمت به ما دلار اضافه شده در اینجا و ما میخوایم دلار خود یا پیسه خود چی کنم؟ بکشم. پس ما میایم در این قسمت وقتی که شما میخواین دلار خود یا پیسه خود کش اوت کنین در اینجا پیسه تانو بنویسین. اینجا هم اما کارت بانکی تان ایره بنویسین و در اینجا هم پسورد که اکانت ساختین او را بنویسین یا تایپ کنین. بعد از او کانفرم انتخاب کنین. من در اینجا مقدار پول نشته کردم. میایم در اینجا اکانت خودم میندازم. کانفرم انتخاب میکنم. پیسه در اکانت ما چی میشه؟ اضافه میشه. ببینید پیسه چی شد؟ به اکانت ما انتقال یافته. این دو قسم راحت میتونید شما چی کنید؟ پیسه خود
بکشین. و همچنان در اینجا میبینین که یک گزینه دیگه وجود داره که شما هر 2 ساعت بعد میتونین از این یعنی قسمت کلیک کرده برین، هر 2 ساعت بعد استارت زده برین و روزانه کسب درآمد داشته باشین. شاد و موفق باشین. اینم مقدار پولی است که من از اکانت خود خارج کردم.